میگویم به همه اون نفرانی که در صفحه های من اعضا هستند، با آنهایی که ما رو تماشا میکنند، مخلص برنامه هایم هستند. درود میگویم به همه برادران مهاجرم، به خواهران و مادران و همه هم زبانان و هموطنانم. درود میگویم به تماشابینان اصیل خودم. امید میبندم که همه شما خانه آباد، خوشبخت، سربلند باشید. دوستان عزیز من، عینی حال ما در خوب پایان کاروان هستیم. با دیدن یک عائله آمدیم، یک عائله که در یک واگن زندگی میکنند با 6 و یا 7 فرزند. عینی حال ما نمیدونیم که سطح زندگی آنها چگونه است، اما می رویم تا ببینیم. ما رو همراه باشید. تماشابینان عزتمند، دوستان عزیز و اونهایی که در صفحه من اعضا هستند، باید قید کنم که یک نفر برادر عزیز ما، یک نفر هموطن ما از دیگر دولت برایمون یک رقم تلفن و سراغ فرستاندند و خواهش کردند که رفته نوار بگیریم. این حال ما آمدیم پایان کاروان و در داخل یک واگن هستیم که در این واگن یک زن و مرد با 6 فرزند خویش زندگی میکنند. اپای عزیز مادر 6 فرزند اپای مایدگل این حال در نزد ما هستند و میخواهم که یک صحبت آزاد و صمیمی داشته باشیم. چی حال دارین اپا جان؟ شکر الله خدا، اینم خیلی زندگی هم خیلی خیلی تقدیر نصیب. خب چند سال شد در این واگن زندگی میکنم؟ مدت 7 سال شد که من در این واگن زندگی میکنم. من جای کاری من پرتاگو در کار میکنم. خیلی نصیب روزگذرونی این پرتاگو. اینجا کار کردم زندگی بردستی. بله. خب پیشتر در کجا زندگی میکردی؟ پیشتر من خونه مادرم داشتم. کدام طرف، کدام شهر نواری؟ یوونده. خونه مادرم داشتم، مادرم خونه‌شون فروختن. خیلی دیگه ما به مکان موندم. زاده ناحیه یوون هستی؟ ما زاده بگم یوونده که برای که مادرم همش هم طرفن. خب سببی چه سبب شد؟ چی مشکلی پیش اومد که والدین خونه رو فروختن؟ پدر و مادرتان؟ مادرم که یک تا فرزند داشت، ای چیش بگم فرزند ای خواهرش کلان خدگی بود. ای خودش فرزند نداره، بچه نداره. ما که دو در خون گرفته و کلان کردیم نه بگیم. کلان کردیم و زن دادیم. او زنی اوده اوجا محقول نشید یومون. او خیلی پیش اولادای خودم نزدیک ترکو. خیلی دیگه او دو درم گفتی خیلی خونه رو میفروشم پیش خسروم جا میرم. گفتم من خیلی که شوهر یکم مردگی با 2 تا فرزند خونه مادرم در زندگی میکردم. و هم خونه مادرم شوهر دویم در بر اومدم. شوهر کردم مرده که گرفتیم در همون خونه هم زندگی کردیم. چند قد دیگه مادرم خونه رو فروخت. دیگه ما هم به جا و مکان موندیم. خب شوهرتون در همونجا زندگی میکردن؟ اول اونجا در زن داشتن، زنش کسل روحی بود، بیچاره مزهش نبود. یک 10 سوتیق زمینی خودش زنش که وفات کرد با او کودکش دیگه مرم دیلم نشد که به یه رقم بتم. اون مرده خیلی کجایی که باشه ما با جامون میویم همی فرزندات آبود که همی خونه مادرشون ده بیستن گفتم. البته ما برو اومدیم با اوجا خیلی اومدیم شهر خیلی بیچاره همی رئیسی محله بود که خیلی نمیجه که کار کنیم گفته خیلی کار کنیم سون جمع کده بتونه خیلی با خونه میگیره یا با زمین میگیره یا با چی میگیره که همی نصیبی روزگذرونی میشه و خیلی 6 کودک میخره میپوشه اکی جو میکنی خونه و در. شوهرتون اونجا کار میکنه؟
شوهرم کاری خشو داشته نمی اون سوارکا میکرد یکون چی میکرد این 2 سال شد که غلطی داد رادیکولید هم رادیکولید داشته که غمه دادو خیلی بسیاری بد نه بعد یه جای چویدو به انگور کتک ایم بولو غلطید هم میون شکست هم دست شکست هم پشت شکست دیگه هم خیلی کاری وزنی کده نمیکنه. معاشتون چقدره؟ معاشم 700 سومونیه که بسیار وقت هم معاش هم نمیگیریم همی محله جمع میکنن همی مصرخ چون دا برو واردن میشه یعنی که مردم همی گرد و اطراف شما رو دستگیری میکنن اگه نمی اوقاتی خوردنی خیلی چی میورن من ایروی همی زندگی کدسته نه سال هرچه خدا برکت بده بچه اومده یادستم پلی وردم کدن چی کدن تلویزر نداشتم و بودا فقط تلویزر بگی و چه به تلویزر چخل میکنیم و میره گفتم آنتینش ایاگا میوردم یمجا کهنه با آورده داد نمی مسرکه میپرتم با گفتم که اکا سوزه می با گفت که ها گفتم خواهی سوز باشه گفتم دامی سوز کنیم بودا که تماشا کنیم چند ساله بودا کتون؟ اینش سیفی 4 ای ایش 3 ای ایش اینش 6 ساله 7 سالگی درما اونش 5 ساله وش یکنیم ساله چه کامنتون سیف چه؟ سیفی نه کجا کدام مکتب میرم؟ یه اصلا 16 اینجا یه اینترنت دابد یه بچه کلونی وقتی که پدری رو دور شد نه هر به وقتی پدرشون دور شد دیگه گفتم بودکو به چی میشه وانده هر سنه میشه میسوف چی بودم اینترنت دامون مکتب اینترنتی یوون میخونده بعد که چشید نمی سال گذاشته گفتن که کدومی که چیه پدر داره مادر نه یا مادر داره پدر نه فقط یتیمای کولا میمونیم گفتن یه را مکتب رو وردن یه را برو وردن بکشتم وردم یه سال 16 تا موندم اینجا خوندیستم خب مقصد که مکتب خونن صرف دارن سر و لباس شاید پولی مکتب هم سپره رسیدگی میکنه اما آش شما ای کجا رسیدگی به خوردنشو نمیرسه دوار میگه جای میشه به خوردنشو نمیتونم خیلی چی درو بگم مثال چی میگم که همه مردم خیلی میارن این نونو او اوقات همی خیلی جایش میشه که با خودم لباسشون گرفتن نمیتونم خوراکشون ساز خوراندن نمیتونم خیلی اوتاشون ساز باشه ببرو یک کار کنه که ایا طرف اومده یاردم شوه این نمیتونم خیلی کی میکنم ما همه دکست همه ایقا مصر جمع میکردیم که همه هم دیگه نگرفته استیان زباتو میگم همه کرانتینه دیگه هیچ که نمیگیرم دیگه کی ده بفروشه میگه روزای شده است که هیچی نیفته باشین که بخرین شده است روزای شده که ما اثری مصر کنون آوردم نون پلاو کدام کدکومه دادم شده اولی اومدگی من خیلی بود که ما نونای قوق آوردن مردم موندن در سر مصر که آوردن دو کچکه دو پیوز تف دادم و تر کدم و ریزه کدم در تاق کدکو را دادم خوردن کدکو اگر مقصد یکون چی دیرشون بکشه یکون گش نمونن غم نمیتین؟ غم نمیتین چکا کنم؟ خواب کنین میگم خیلی نیست این نبوده اصلا سخت میگم بسیم توقعت کنین خیلی میشه و تاتونه که یکون جو کار میکنم میگم فریب شو میکنم یا میگم یخمون یکون چی رو جمع کدسته میفروشیم نپول میشه با میره میگیریم این واگون از کی است؟ این واگون بیچاره ایا مردک های همی جده همو آورده موندگی اکی جو نداشته هم سال ما اومدگی جو نداشته گفته که در همین زمین میمونم این مردک صاحبی زمین گفته بیار بمون قلاور میشیرم در زمینم که دیگه هم سال ما اومدیم و دیگه ما اومدیم درشته ششتیم اومدیم ششتیم خیلی بیچاره مسلمان خوب انسان خوبه خیلی خدا پشتش رحمت کنه که این 7 سال شد ما این واگون داشتیم خیلی بیچاره بخیر نگفته بود همین سال اومد یه دوبار اپا جون گو یکون جو زمین خونه یکون فکر یکون چی ده هستی که ای سال ما واگون ما خونه میکنم میبرم استوان ده میمونم و گفتم که خیلی یکون موهی دیگه توقعت کنه که بایی گپ خبرو شد دیگه مونده بایی روز آمده گفتم که واگون تو نمیبره گفت که ای واگون اکه دیگه چه خیلی برم ای گپ خبره گو خیلی حالی شتنگی ده دروش که چی میشه نباشه ای واگونی خودش نیست این محله را واگونی هم اگر واگون شد اصلا واگون شون از صاحبشون اومده برات در کجا زندگی میکنی؟ نمیدونم دیگه فکر نکرده
جا مبلغ میسپره ایجاره پولی به ای بگو نه بیچاره نمیگیره خدا برستی با بتونه خیلی یگون وقتی با میوه یگون چون نیتیه که خیلی زندگی تو از مینه ششته بوده که گفته با بیچاره میوه یگون سمیتیه که بوده کتا یگون چگیره کی ها با یادمتون میکنن خیلی می یگون آدمی که خیلی ای سوسو همی راه گذاره چیه که من نمیدونم من خیلیش هم نمیفهمم نمیشناسم خیلی میویم بچه مردکو میان بچه ها میان خیلی میورن یگون ارد میورن روغانه میورن خیلی یگون سمپلم بتیان نمی روزه ده میورن خیلی خدا برستی روزه ده فقط میورن نمیشناسم که میگه ای کجان کیان چیان زمستان ده مشال تا روز خواردن نمی بخی پیچ کدم میشنم تا روز کده علو میکنم ای موسیقی پوپشی جمع میکنم اینم تختچه جمع میکنم کلیونکا و لطا و هم خیلی جمع میکنم من پشتی وگون ده توب میکنم خوبچه میکنم میمونم زمستان که میشه شاید تا روز علو اینا گردی وگون اول شدیده اینو خواهم گویه این درونای وگون اینه یارو مخمون زده این موسیقی گیبسه کردن اومدگه این زیوتی های آدم را اومدگه گرفتیم هم خیلی ای بولوش چی کردیم زدیم نبوشنیم خیلی گویه درونش لطه سخیدم و پخته سخیدم هم خیلی کده با ای توروش نمیورا مونده شروع قطی محکم کدگیم نبوشه این واگون دیده نمیشید بوی داروی دوست میکن تو در یک خونه زندگی میکنید همه اینو بوده که قطی نمیجه یک با ایمی روزاییست که خیلی می ایچی و مردم قطی کس کده ایجاده و مونده قوق شده و میورن نمیپرتون میورن میتیان جمع میکنم میمونم میورم چه قطی بخرین میگم میخوام طریق برنامه ما چی گفتنی داره؟ هم گفتن میخوام که خیلی که بتونن خدا برکت چون تیا یگون چی دستگیری میکنن و من صاحبی خونه و داشتم و در حقشون دعا میکنم میخوای من هم شرایطی وزمین ده من میگه که یک کسی که زور نیویه یا سخانه نمیگه سال زورم اومده خیلی ندارم شرایط خیلی کنم 6 تا فرزندم قیم کدومی که ما را تماشا میکنه و میبینه خیلی ما عیبه خویش میکنیم که خیلی که ندیدستین اولی مرا زندگی مرا خیلی زندگی قینه برای ما خیلی که بتونن چیزی که ای دستشون اومدگی که مده یاردم کنن اینا با رقمای تلفن مانگا میزنم 909 رقم 13 78 98